خب سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. همونطور که قول داده بودم قراره راجع به کتاب جدیدم که میخوام چاپش کنم باهاتون حرف بزنم. اسم کتابو آخرین طلوع گذاشتم. آخرین طلوع. حالا چرا آخرین طلوع؟ چون راجع به آخرین طلوعه و محتوای داستان به آخرین طلوع ربط داره. این بخشی از کتابی که میبینید بخش اولیه، یه کوچولو جاهایشو نشونتون بدم. چون تحت قرارداد رفته نمیشه کتاب رو به صورت واضح متنش رو نشون داد، پس ما یه تیکه‌های ریزیش رو سریع تا قسمت پیشگفتار رو بهتون نشون میدیم. امان از سیستم هایی که هنگ میکنن. خب آخرین طلوع به قلم خودم توی آبان نوشته شده. اینجا بخش تقدیمه که به مامانم تقدیمش کردم و اینجا هم بخش پیشگفتاره. پیشگفتارم ببینین، به نظرم کافیه. خب ادامه خبر. ما اومدیم اینو فرستادیم برای انتشارات ارشدان. یه انتشارات خوبه، اینا فایلو و خوشبختانه اینجا گفتن از کار خوششون اومده، تایید شده و از این حرفای قشنگ. بعد بریم سراغ قرارداد. اینجا قراردادمونه به اسم آخرین طلوع و سجاده گرشاسبی از این حرفا که برای 1000 جلد قرارداد بستیم. 1000 جلد قرارداد بستیم توی دی ماه که نه بهمن کتاب وارد بازار میشه. به امید این فرشته ای که میبینید ایشون هستن. یکی از کاراکترهای داستانمونه. قراره توی کتاب عکسش هم ببینیم، تصویرشو ببینیم. به امید این فرشته قدرتمند ما هرچه زودتر کتاب رو چاپ میکنیم. بله من فرشته رو نمیدونم کجا بذارم. خب اینم از این. قراره ما این کارا رو که انجام دادیم بیم براتون توی اینستاگرام یه پست بذاریم که میشه اولین پستمون که صدای خودم توشه و عرضم به حضورتون به صورت ویدیویی ارائه شده. حالا تو پست‌های بعدی، تو پست‌هایی که راجع به نقد و اینا باشه، سعی میکنم خودم حضور داشته باشم به صورت تصویری. امیدوارم که از این خبر لذت برده باشید. به امید دیدار.